سال 1338 توی چالوس به دنیا آمد و سالها بعد اسمش با صنعت خودروسازی لوکس جهان گره خورد. اون توی دهه 50 به آلمان مهاجرت کرد و بعد از تحصیلات تو رشته مهندسی مکانیک و خودرو به دنیای طراحی و تیونینگ خودروهای لوکس علاقه‌مند شد. این علاقه مسیر زندگیشو برای همیشه تغییر داد و به یکی از افراد نامدار این صنعت تبدیلش کرد. اون سال 1368 شرکت منصوری رو توی آلمان تأسیس کرد. شرکتی که با سرعت به یکی از معروف‌ترین برندهای تیونینگ خودروی لوکس تبدیل شد. طراحی‌های جسورانه، استفاده از متریال‌های بی‌نظیر و نوآوری‌های منحصر به فرد باعث شد منصوری بین برندهای بزرگی مثل فراری، رولز رویس، لامبورگینی و بوگاتی جایگاه خاص و ویژه‌ای پیدا کنه. این مرد تأثیرگذار که دنیای خودروسازی رو با سبک خاص خودش متحول کرد، کسی نیست جز کوروش منصوری، بنیانگذار برند منصوری و یکی از بزرگترین پیشگامان صنعت خودروهای لوکس دنیا.